فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سال بعدی بیننده در مورد این است که حد نصاب پول نقد باید چقدر باشه تا زکات داشته باشه. آقا امان الله از یزد این سال پرسیدن. معیار اصلی برای وجوب زکات طلا و نقره هستند که بر اساس طلا یا نقره محاسبه می شوند و طلایی که در این زمینه معیار هست طلای 24 عیار باشه که معادل با 20 مثقال هست، 85 گرم باشه و 24 عیار. این معادل این طلا هرچی که قیمت روزش باشه تقریبا حدود بالغ بر 11 میلیون تومان هست امروزه، این زکات دارد به شرط این که این پول به اندازه مقدار نصاب برسد، یعنی به قیمت 85 گرم طلای 24 عیار و یک سال کامل قمری بر اون بگذارد.